این خیلی طولانیه اما ارزششو داره که تا ته گوش کنید. دختره ساعتای 2 نصف شب داشته برمیگشته خونه، توی باغ‌تالار کار میکرده، برای همینم تا دیر وقت سر کار بوده. توی راه برگشت انواع اقسام ماشینا جلوش وای میسادن، واسش بوق میزدن، از پیر بگیر تا جوون، از عمامه‌دار بگیر تا کراوات زن. با خودش میگفت این وقت شب دارم برمیگردم خونه تا این کثافتکاری‌ها رو نکنم. نزدیکای خونه‌شون شده بود، دید یه پسره یه بطری عرق دستش گرفته، همین جوری داره سر میکشه. کلاً همون یه راه همراه داشت واسه رفتن به خونه. پشتشو یه نگاه میکنه، میبینه یه ماشین پلیس داره میاد. رو به بالایی میکنه، میگه گر خدای من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. دختره وای میسه ماشین پلیس بیاد که امنیتشو فراهم کنه، اما برخلاف چیزی که فکر میکنه میشه. مأمور نزدیکش میشه و میخواسته از دختره سوء استفاده کنه. پسره که صدای جیغای دختره رو میشنوه بودو بودو میاد سمتش. با مأمور گلاویز میشه و از دختره میخواد که فرار کنه. فرداش که دختره از اونجا داشته رد میشده، پر از اعلامیه‌های پسره رو میبینه که میگفتن توی حالت مستی با مأمور دعوا کرده. مأمور واسه نجات جون خودش از اسلحه استفاده کرده و کشتتش. دختره اشک چشاش بند نمی اومد. روی تک تک اعلامیه‌های پسره می نوشت سلامتی کسی که جون داد اما ناموس نه. از اون شب به بعد هر شب یه بطری عرق دستش می گرفت، می رفت و جای پسره می نشست، داد می زد برای مستان جان میدم، همانطور که یک مست برای من جان داد. میگم سلامتی اونایی که رگ غیرتشون خیلی کلوفتر از رگ هوسشونه و این پستم بفرست واسه هر چی با غیرته.